در ادامه سفرم به کشور زیبای نپال اومدم شهر پاتان یا لالیتپور، یکی از 3 شهر مهم دره کاتماندو، شهری که 250 سال قبل از میلاد با ورود اقوام نواری به این شهر و به این منطقه اولین ساکنان اینجا بودند. قدمت این شهر پس بیش از 2000 سال هستش. این شهر در کنار شهر کاتماندو قرار داره، پایتخت کشور نپال، و رودخانه باگماتی این شهر رو جدا میکنه از کاتماندو. میریم با همدیگه ببینیم قسمت‌های مهم و تاریخی این شهر تاریخی فرهنگی را. یکی از بناهای مشهور این شهر گلدن تمپل هستش، یک معبد بودایی. این شهر پر از معابد بودایی و هندویسم هستش. جمعیت این شهر رو بوداییان و هندوها و اقلیتی هم مسلمون تشکیل میدن. هر جای این شهر قدم میذاری پر از معبد و این معابد استوپا هستش، به این شکل هستن، به صورت گنبدی شکل. یکی از نکات جالب کشور نپال هم این سیستم کابل کشیش رو هستش و تیرهای برقشون. بافت شهر واقعا قدیمی هستش و این شهر به خاطر یه سری صنایع دستی مانند پارچه ابریشمی، کنده‌کاری بر روی چوب و صنعت فلزکاریش بسیار معروف هستش. این هم یکی دیگه از اون معابد که بسیار زیاد هستن توی این شهر. معبد سنگی هستش. دست فروش ها، سبزی فروش ها تو این شهر همه جا هستن و گل های معروفی که هندوها استفاده میکنن. نماسته. یکی از نکات جالب کشور نپال اینه که همه جا گل فروشی هست و صبح تا صبح مردم این کشور میان گل میخرن و میذارن جلوی در خونهشون به همراه آب و غذا، بیشتر برای حیوانات مثل سگ‌ها و گربه‌هایی که توی شهر هستن، چون اونا معتقدن که این سگ‌ها و گربه‌ها در چرخه تناسخ انسان‌های بدی بودن که دوباره برگشتن به دنیا و باید اون سختی‌ها را بکشن و آموزگاری بشن و دوباره برگردن به جهان آخرت. اما میریم به یکی از اصلی ترین میدون‌های این شهر که قدمت تاریخی داره، چند صد سال تاریخ مکتوب داره در حقیقت و مصور این شهر، این میدان به نام میدان دوربار اسکوئر که مثل 3 شهر دیگر دره کاتماندو، یعنی در حقیقت کاتماندو، بختاپور و اینجا هم پاتان، میدان درباری داره که محل زندگی پادشاهان اینجا بوده. اولین معبدی که میبینید یک معبد چند ضلعی هستش، سنگی، بسیار مشهور هستش، در سال 1723 ساخته شده به نام کریشنا تمپل که معماری بسیار بسیار جالبی داره. ورودی اینجا برای خارجی ها 1000 روپیه نپالی هستش
یک زنگ بسیار بسیار قدیمی در کنار این معبد هست. تمام این میادین دوربار همه یکی از این زنگ‌های قدیمی دارن که احتمالاً برای اعلام هشدار بوده. بعد از اون یک معبد دیگه داریم در کنار این زنگ که در حقیقت یه نوع پاگودا هستش، یه نوع پاگودای 3 طبقه، همینطور که توی تصویر میبینید. این معبد اسمش هاریشانکارا هستش، در سال 1700 میلادی ساخته شده و در کنار اون هم یک مجسمه میبینید از یکی از پادشاهان معروف پاتانی. یک معبد دیگه اینجا. در این میدان هر سال جشن‌های زیادی هم برگزار میشه که میتونید فقط مراجعه بکنید به منابع و جشن‌های مختلفی که در این میدان برگزار میشه رو ببینید. معابد اینجا زیاد هستن. اما اون معبد سنگی که اونجا میبینید که خیلی در حقیقت معماری خاص و جالبی داره، اونم در سال 1637 ساخته شده. در حقیقت اسمش هست کریشنا ماندیر. معماری خاصی داره، خیلی جالب هستش و دوباره در کنارش یک مجسمه. نکته جالبی که وجود داره اینه که در تمام این میدون ها کبوتر زیادی هستش که مردم نظر میکنن، میان اینجا براشون دون میپاشن و به نوعی در حقیقت اینا هم تقدس دارن. معابد و بناهای بسیار زیادی اینجا هستش. شاید 25 اثر اینجا هست که هر کدوم معنی و مفهوم خاص خودشونو دارن. هر کدوم توسط یکی از پادشاهان اینجا ساخته شده و بسیار جذاب و جالب و خاص هستن. معماری زیبایی دارن. خب اینجا هم که محل نشستن هستش، محل نشستن احتمالاً درباریان بوده، محل استراحتشون اینجا بوده. این معبد که توی تصویر میبینید در سال 1627 ساخته شده. ویسپاسارا تمپل. فیل، شیر جزء مجسمه های سنگی هست که در تمام معابد به وفور یافت میشه و این هم یک معبد دیگه در کنار بود. خب در اینجا یک آب انبار میبینیم که قرن 6 میلادی ساخته شده و در حقیقت توی تمام این شهرهایی که در دره کاتماندو هستن از این آب انبارها هست که اونم معماری خاص خودشو داره. همه به یک شکل هستن و برای حتما تامین آب دربار بوده یا شهر بوده به نام مانگال هیلتی. بسیار نمای زیبایی داره، واقعا معماری خاصی داره و خیلی جالب هستش.
اینجا هم که دیگه در کاخ شاهان اینجا بوده. اینجا معروفه به گلدن گیت. فقط همه این دوربار اسکورا یک گلدن گیت هم دارن. حیاتی بوده که محل زندگی پادشاهان اینجا بوده. یه معبد کوچولو هم وسطش قرار گرفت. خب میریم وارد دیگه از قسمت های میدان اسکوار میشیم یا میدان دربار میشیم، دوبار اسکوئر. اینجا هم در سال 1671 ساخته شده به نام مالچوک. خب محل زندگی به هر حال یکی دیگه از پادشاهان اینجا بوده. مجسمه های طلایی هستن. محوطه این کاخ و دربار جالب و دیدنی هستش.